بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من أضرار الحزبية على الأمة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درسای خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب ضررهای حزبگرایی بر امت اسلامیه از آن شیخ علامه محدث ابو عبدالرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. البته ما دوام میدهیم، دوام داده ایستادیم درس را، نزدیک به تمام شوی است این کتاب. برای بسیاری ها باید که یکی احتمال فهما نیست، برای خاطر این درس را با اون درس پیوست کردن باید که شما از اولی درس اشتراک میکردید یا که صفحه ها را گرفته گوش کنید. انشاءالله خیلی درس مفید است. بارک الله فیکم. ضررهای حزبگرایی بر امت اسلامیه. درس امروزی ما درس 12 هم، دوام درس 11. شیخ علامه محدث می‌فرماید که بعض المتصوفة او المتحزبة اذا اراد انسان طلب العلم، اذا اراد انسان طلب العلم علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسده. بعض صوفی ها هستند، بعض یعنی که حزبی ها و حزبگرا ها هستند، همین خیلی وجود دارد. یا صوفی است یا که یعنی که چه همون حزبی است، خواه حزب نهضت باشد، خواه حزب تحریر باشد، خواه دیگه حزب باشد. اذا اراد انسان، اگر یگاه انسان خواهد که طلب علم کند، فهمیده؟ خصوصا اگر او را پرسند که طلب علم کنی کدام علم در نظر داری، گفته پرسیده شود و گوید که علم کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط و معن میکند. خصوصا اگر یعنی که اون حزبی هایی که با شیعه ها خیلی علاقی زیج دارن، اینها را معقول نمیشه وقتی که کتاب الله و سنت پیغمبر گفته شود. فهمیده؟ خب بنابراین صوفی ها و حزبی ها معقولشون نمیشه وقتی که شما دلیل از کتاب الله از سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید، تماما یعنی خودشون گم میکنن. برای ویها دلیل کتاب الله و سنت پیغمبر نیست، برای ویها دلیل فقط رأی است، فکر است، به فکران فلونه ایشان آیت الله ان همینا است. خلاص فهمیده؟ شیخ میفرماد که بعض المتصوفة او المتحزبة یعنی بعضی صوفی ها و یا که بعضی حزبی ها یا که حزبگرایی ها، کسانی که حزب تشکیل کردن یا که در حزب هستن، اذا اراد انسان طلب العلم، وقتی که یک انسان طلب علم میکردن خواهش داشته باشد علم کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، یا که علم کتاب الله یا که علم سنت پیغمبر میخواسته باشد، یسده او را معنوش میکنه. والله جل و علا یقول، الله عز و جل چنین میفرماید: وتذوقوا السوء بما صددتم، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. الله سبحانه و تعالی درباره اون حزبی، اون یعنی که حزبگراها، اون صوفی ها و عموما کسانی که یک انسان از طلب علم، از طلب علم کتاب الله و از طلب علم سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم من میکند، این آیت اندر چنین میفرماد که از سوره نحل آیت 94: و تذوق السوء یعنی یصیبکم ما یسوءکم، به شما چنین مصیبت میرسد که
و شما چنین مصیبت میرسد که این مصیبت شما را درد می آورد. فهمیدید؟ و کدام سبب به شما این مصیبت میرسد که شما را درد میکند؟ بما صددتم عن سبیل الله، یعنی به سبب از راه الله روی گردانیدنتان. فهمیدید؟ به سبب از راه الله روی گردانیدنتان به شما یعنی که یک مصیبت میرسد که شما را این مصیبت ناخوش میکند. ولکم عذاب عظیم، و برای شما عذاب بزرگ است. نه بعد از آن شیخ میفرماد که اما تتقی ایها المتحزب لفکرك او لحزبك من هذه الآیه و من هذا الوعید، مگر تو نمیترسی ای حزبی نسبت فکر خودت حزبی هستی، یا که حزبی هستی نسبت حزب خودت، یعنی جانبدار فکر خودت هستی، رأی خودت هستی، یا که جانبدار حزب خودت هستی، مگر از این آیه کریمه نمیترسی و از این تهدید الهی مگر تو نمیترسی یک کسا از طلب علم منع میکنی؟ و خصوصا وقتی که به تو طالب علم از کتاب الله، از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگن دلیل نقل میکند، تو چیکار میکنی؟ سرپیچی میکنی. اون چه خیلی که دلیل نداره. این حزبی ها به حزبی ها وقتی که برای نسبتی همین حزبشان دلیل میپرسه چی میگوین؟ میگوین که دلیل ما قرضاوی است. فهمیدید؟ وای به حال تو و وای به حال قرضاوی. ويقول سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى میفرماید فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. در سوره انعام در آیه 157 الله سبحانه و تعالی چنین میفرماید فمن أظلم ممن، یگان کسی ظالمتر نیست، ممن کذب بآیات الله، از آن کسی که نسبت آیات الله تکذیب میکند. آیاتش میخونی سرپیچی میکند، آیاتش میخونی آیات الله را باور نمیکند، آیات الله های ایران باور میکند. از این دیده دیگه کی ظالمتر است؟ یگان کس نیست که از این دیده بالا ظالمتر باشد. و صدف عنها، یعنی اعراض عنها، از آیات الله سرپیچی میکند، روی میگردارد. و صد الناس عنها، و مردم را نیز از این راه باز میدارد. خیلی که گفتند در اولی درس گفتیم، شیخ میفرماد که این حزبگرایی ها مقصدشان از طلب علم بازداشتن است، از اینه که برای این حزبی ها شخص جاهل خیلی هم فارم است. برای چی؟ او را مانند گویم رابط استفاده بردن منه، کار فرمودن میگیرن. فهمیدید؟ شخص جاهل استفاده بردن بسیار آسان است. بارک الله فیکم. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، الله سبحانه و تعالی میفرماید که همان کسانی را که از آیات ما اعراض میکنند و دیگرها را منع میکنند ما جزا میدهیم. میگوید چگونه جزا؟ سوء العذاب، عذاب بد، عذاب سخت. و کدام سبب؟ بما كانوا یصدفون، با تکراران میگوید که به سبب ان همین اعراضشان و به سبب سرپیچی کردنشان و به سبب مردم را از این خیر و سعادتمندی دنیا و آخرت بازداشتنشان از کتاب الله، از سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. نعم. شیخ میفرماید که والله ما ينقمون على اهل السنة مثقال ذرة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على المنهج السني السلفي ما عنده نقمة عليه، ولكنه الهوى الذي
حمل المأمون على سجن الإمام أحمد وأذية الإمام أحمد وأذية المسلمين والقتل والتشريد وغير ذلك مما حصل بأصحاب هذا المنهج الحق، لتعلموا أن الحزبية العصبية تحمل صاحبها على الجور، وإن تظاهر أنه ما هو متعصب وأنه رجل متماش مع الناس جميعا وأنه خب كوبنا چی میفرما شيخ؟ والله ما ينقمون على أهل السنة مثقال ذرة. قسم با الله میگوید شیخ که این حزبی یا که گویم حزبی ها، حزبگرایی ها، این صوفی ها نسبت اهل سنت و جماعت انتقام نمیگیرن که به خاطر، یعنی ذره انتقام نمیگیرن به خاطر آن که اینها مخالف کتاب الله و مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشن. یعنی هر جا که میبینه که ضربه از طرف صوفی ها، از طرف این شیعه ها، حزبی ها به سر اهل سنت و جماعت میفرارن، این به خاطر یگان مخالفت نیست که گویم که این از اینها، یعنی از اهل سنت یگان مخالفت نسبت کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد. نمیده؟ نه. على المنهج السنی السلفی، یعنی اهل سنت و جماعتی که ایشان در منهج سنیان و سلفیان، یعنی که این راهی که ایشان پای گرفتن رفته ایستادن راهی گذشتگانشان می باشد از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. ما عنده نقبة علیه. خب کدام انسانی که مقابلیت نشون دهد یگان غرض ندارد ولکنه الهوى، ولی بس چرا؟ یعنی مقابلیت نشون داده ایستاده اینها خواهشات نفس است که بارک الله فیکم مأمون را، یعنی خلیفه بود، مأمون را وادار کرد، مجبور کرد به زندان کردن امام احمد. در اساس چی؟ در اساس کتاب الله و امام احمد زندان کرد. و اذیت الامام احمد در اساس چی؟ در اساس خواهشات نفس آزار داد امام احمد را. و اذیت المسلمین، دیگر مسلمان ها را آزار و زیان داد. و القتل، بعضیش کشت، و تشرید بدرغه کرد و غیر ذلك مما حصل باصحاب هذا المنهج الحق. و دیگر این و غیر از اینها دیگر چیزهایی که روی داد با اصحابی که در همین منهج حق بودند. یعنی شیخ گفته است که کسی که در همین منهج حق است حتما از این طرف و از آن طرف با او هجوم کرده می شود. این سخن بارک الله فیکم در وقت شیخ ذکر کرده شده است که بارک الله فیکم در آن وقت حالا یعنی که هجوم رافضی های بدبخت نبود. فهمیدید؟ انا امروز بارک الله فیکم هجومی که از طرف رافضی های بدبخت شده ایستاده است به مقابل اهل سنت و جماعت که در دماج هستند، همین کار شده ایستاده است. اگر ما و شما نیست یعنی که نسبت این رافضی ها بی‌پروایی کنیم، پس تاجیکستان از او هم بدتر میکنن. فهمیدید؟ لتعلموا ان الحزبیة العصبیة تحمل صاحبها على الجور. من چرا اینها رو نقل میکنم میگو شیخ؟ تا اینکه شما بدانید که حزبگرایی، تعصبگرایی صاحبش به همین ظلم وادار میکند که ظلم میکند. و این تظاهر انه ما هو متعصب، گرچه که در ظاهر نشون دهد که گویا که وی متعصب نیست. و انه رجل متماش مع الناس جميعا، گرچه که او در ظاهر نشون دهد که گویا که او همراه مردم در قطار مردم یک مردم قطاری باشد. و انه وی نقل میکنه این و آن گفتن میگیرد ولی باور نکنه. فعلم ان الكامنة التي عنده تبعثه على غیر الانصاف. اون چیزی که در سینه‌اش یک چیز پوشیده دارد، فهمیدید؟ الكامنة التي عنده، همون یعنی که تعصبی که در سینه او خود دارد، همون یعنی که حزبگرایی که در سینه دارد، محبتی که دارد و یا وادارش میکند به بی‌انصافی. و تجعله، یعنی که واقعا بارک الله فیکم کسی که به حزبی ها اگر نرسد بایها، یعنی مقابله نشون ندهد، گرچه حزبی هم نباشد،
با او آشنا یار برادر هستند. همون کدام روزی که شما به مقابل حزبشان، به ناحق بودن حزبشان یک حرفی از کتاب الله، از یعنی که سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زدید، تمام میبینید که در حقتون چنان به انصافی ها میکنن. این مانند این خصلت یهودی است. بارک الله فیکم. و تجعله یحیف مع صاحبه و یجور مع صنفه. من چیکار میکنند؟ همین یعنی حقد، بدبینی، همین حزبگرایی او را وادار میکنه به چیکار کردن؟ به میل کردن، رفتاری نادرست کردن همراه یار و دوستش و جور و ظلم کردن، حتی با همراهی همون هم طبقه و هم صنف خودش. فهمیده؟ بارک الله فیکم. فالمأمون لما تسلط عليه ابن أبي داود، ابن أبو داود بالفكر الجهمي، حمل المأمون الأمة جميعا على القول بخلق القرآن. مأمون وقتی که غالب آمد، فهمیدید، ابن ابی داود با فکر جهمیش، یعنی که کار کرد که فکر جهمیش چیکار کرد؟ در مأمون تأثیرش کنانید. چخیلی که امروز در بعضی یعنی که خوف است که بعضی این بدبخت آمده یعنی که مرابطی سنی ما و شما هم پکه چیکار میکنن؟ تأثیر میبخشونن. بعد چیکار کرد مأمون؟ همه امت رو چیکار کرد؟ مجبور کرد به گفتنی آن که قرآن مخلوق است. و ان من لم یقل بخلق القرآن، کسی که نگوید مخلوق بودن قرآن را، اما ان یسجن، قرار برود که او را زندان کرده می شود، و اما ان یقتل، یا که او را کشته می شد. و حصلت فتنة عظیمة فی ذلك الزمان، در همون زمان فتنه بزرگی رو یعنی که سر زد. ولم يثبت في ذلك الزمن الا الامام احمد، در همون دور زمانه یگان کس ثابت قدم نمان، یگان کس یعنی استوار نمان بجز امام احمد و امثال الامام احمد و مانند امام احمد دیگر علما. حتى قال علي بن المديني رحمه الله ان الله حفظ هذا الدين باثنين، حفظه الله بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في المحنة. حتى علي بن المديني چی گفت؟ الله رحمتش گفت که واقعا الله سبحانه و تعالی این دو یعنی این دین را با دو نفر محفوظ گردانید، یعنی برای حفظ این دین دو انسان را الله سبحانه و تعالی همچون سببگار قرار داد. حفظه الله بأبي بكر في الردة، الله سبحانه وتعالى این دین را محفوظ گردانید به سبب ابو بکر در زمانی که مردم بعد وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرتد شدند. و بالامام احمد فی المحنة، و به سبب امام احمد که در زمان او این محنت، این رنج، این عذابی که به سر یعنی امت آورد، مأمون که مردم میکشت، مردم یعنی که زندان میکرد، عذاب میداد تا اینکه یعنی که قرآن مخلوق است بگویند. فهمیدید؟ بارک الله فیکم. انشاءالله این یعنی که دوام دارد، دوامش انشاءالله درس آینده میگذاریم. البته این به یک دو جمله خواندن کفایت نمی کند، این خیلی هم دوام سخنهای در دوام یعنی که سخنهای خیلی زیبا گفتی که شیخ الله سبحانه و تعالی را محافظت کنه. از بس که وقت تنگ بودن انشاءالله کفایت میکنیم که بعد از چند دقیقه درس های ما به زبان روسی سر میشود. نکتفی و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.